خطاب من به علی خامنه‌ای، رهبر رژیم اشغالگر ایران است. تو یک جنایتکار ضد ایرانی هستی. نه شرافت داری، نه انسانیت. دستانت به خون 10,000 ایرانی آغشته است. به خون کودکان، جوانان، بیگناهان. تو، رژیمت و تمام مزدورانت برای هر قطره خونی که ریخته اید پاسخ خواهید داد، بدون استثنا. ما نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نه عقب مینشینیم. همان گونه که جنایتکاران نازی در نورنبرگ محاکمه و مجازات شدند، تو و همدستانت نیز محاکمه و مجازات خواهید شد در دادگاه ملت ایران. پایان تو رسوایی است، ننگ ابدی. هیچ جنایتی بی پاسخ نمی ماند. نام تو ثبت شده است، نام تمام آمران، عاملان و همدستانت. راه فراری نیست، جایی برای پنهان شدن نخواهید داشت. قاتلان مردم ایران هیچ مسئولیتی نخواهند داشت.